سلام، به برنامه اهدای مدال رکوردهای گینس خوش آمدید. ما تو این برنامه میخوایم با چهره آشنا بشیم که همه رکوردهای هفن دنیا رو لوله کرد. بله، این شما و این سید علی خامنه‌ای. خب، از اینکه امروز در این برنامه هستی چه احساسی داری؟ به قول امام هیچ. امروز میخوایم لیستی از رکوردهایی که زدی رو در معرض دید عموم بذاریم. از اینجا شروع میکنیم. رکورد اول، رکورد خشک کردن یک دریاچه ملی با بالاترین سرعت. دریاچه ارومیه از زیر نظر علی خامنه. خب این که بله، البته من کارشناس نیستم، اما به حول و قوه قلمی با درایت مسئولین کار رو جمع کردیم. به قول امام دلخوش به این مقدار نباشید، بقیه دریاچه ها رو هم خوش میکنیم. رکورد دوم، رکورد تبدیل ریال به پشکل، اون هم با بالاترین سرعت. طیب الله کل ریالاتکم. قرار بود سال جهش تولید باشه، اما سال جهش ریال شد، البته با مهندسی معکوس. دشمنان بدبخت و بگو چه دلارشون هی داره میره بالا، هیچ کارم نمیتونن بکننش. میریم سراغ رکورد سوم، بالاترین سرعت در تبدیل مردم یک کشور نفتخیز به فقیرترین ملت منطقه. البته این قسمت رو بنده زیاد نقشی نداشتم، اینا همه امتحان الهیه، اما اینکه به اسم بنده می نویسی خب خودش طیب الله داره. حالا میریم سراغ آخرین رکورد. خب قطع شد، اما این کار منو راحت کرد و توضیح اضافه نمیخواد. رکورد طولانی ترین و پرتکرار ترین خاموشی ها، اون هم در کشوری با منابع فراوان. طیب الله کل ادیسوناتکم. البته اینو بگم که بچه های سپاه این رکورد رو قبول ندارن. آخه میگن یه لحظه هم تا حالا برقشون تو مزارع استخراج بیت کوین قطع نشده. حالا سریع اون جایزه ما رو بده بریم دنبال ثبت رکوردهای جدید.